تا به حال با یه آدم فضول مواجه شدید؟ جواب این سوال کاملا مشخصه. احتمالاً همه ما با آدمای فضول مواجه شدیم. آیا تا به حال به فکر ساکت کردن آدمای فضول زندگیتون اصلا افتادی؟ و یا اینکه چجوری بتونین از شرشون خلاص بشین بهش فکر کردین؟ یه چیز خیلی جالب که باید بدونی اینه که تقریباً 80% مردم میگن حداقل یکی از این آدم‌های فضول تو اطرافیانشون هستن. پس پیشنهاد میدم این ویدیوم که قراره به بررسی موردهایی برای رهایی آدم‌های فضول بپردازم رو اصلا از دست ندید. سلام و درود همراهان عزیز، به یک ویدیوی جدید از کانال روزهای بهتر خوش اومدین. امروز قراره به چگونه برخورد کردن با آدم‌های فضول زندگیمون بپردازیم، ولی باید یه چیزی رو همون اول بدونیم. یه وقتایی ممکنه اطرافیانمون خیلی ازمون سوال کنن و از پرسیدن این سوالا اصلا قصد فضولی کردن رو نداشته باشن. پس باید اول از همه تفاوت فضولی و سوال پرسیدن معمولی رو بدونید. تا آخر ویدیو همراه هم باشین که با هم تو این ویدیو مواردی رو بررسی میکنیم تا در مقابل آدم‌های فضول بدون هیچ اذیتی از پسش بر بیایم. فضول‌ها افرادی هستن که دنبال اطلاعات گرفتن از دیگران برای استفاده منفی از اونا هستن و یا ممکنه بخوان از این اطلاعات برای شایعه پردازی و تهمت زدن و یا قضاوت در مورد زندگی شما استفاده کنن. فضول‌ها همیشه در تلاش سر از کار شما در بیارن، چون اونا قصدشون اینه که با اطلاعاتی که از شما میگیرن سرگرم بشن. یه جورایی بهتون بگم فضول‌ها آدم‌های بیکار زندگیتون هستن. اگه این فرد فضول دوست، همکار و یا از نزدیکانتون باشه، ممکنه بخواد از این اطلاعات به عنوان اهرم فشار روی شما استفاده کنه. مثلا همین آدم ممکنه از آدمای مجرد بپرسه کی ازدواج میکنی؟ و یا اگه متأهل باشه بپرسه کی بچه دار میشی؟ و یا اینکه ازتون بپرسه اوضاع مالی شما چجوریه؟ و یا اینکه هی سوالهایی از این که چرا این کارو کردی؟ چرا اون کارو کردی؟ و یا از این قبیل سوالها رو بپرسه. این سوالها قرار نیست هیچ وقت تموم بشه و همیشه ادامه داره، چون این آدما همیشه دور اطراف زندگیمون هستن. برخورد کردن با یک فرد فضول خیلی هم کار سخت و پیچیده نیست. امروز قراره با هم چند تا مورد رو بررسی کنیم که از این به بعد خیلی راحت بتونیم از پس آدم فضول دور و بر زندگیمون بر بیاییم. فقط قبل اینکه این مورد رو بررسی کنیم این ویدیو رو لایکش کنید تا با لایکتون این کمک رو کنید افراد بیشتری این ویدیو رو ببینن. مورد شماره 1، جواب دروغ ندیم. ممکنه برای اینکه بخواین از شر فضولی شخص مورد نظرتون خلاص بشین بیاین و دروغ بگین، ولی باید این حقیقت رو بهتون بگم، از این کار به طور جدی خودداری کنید، چون ممکنه براتون بد تموم بشه. فرض کنید تازه با یک نفر آشنا شدین و در حال آشنایی اولیه هستین و اون فرد ازتون یک سوال شخصی میپرسه و چون باهاش راحت نیستین تصمیم میگیرین بهش یه دروغ بگین. خب این دروغ باعث میشه همون اول رابطتون با یک دروغ شروع بشه و بعدها که با هم صمیمی‌تر شدین ممکنه براتون مهم نباشه اون موضوعی که اول رابطتون دروغ گفتین و اون فرد بدونه، ولی شما فقط به خاطر اینکه تازه باهاش آشنا شده بودین و احساس صمیمیت نداشتین اون دروغو بهش گفتین و بعدها هم ممکنه اون فرد متوجه دروغ شما بشه و اینجا خیلی براتون بد ممکنه تموم بشه. پس حواستون باشه حتی اگه دوست نداشته باشین اون اطلاعات رو کسی بدونه هم نباید دروغ گفتن رو انتخاب کنین و باید یه جورایی با سیاست از جواب دادن به اون سوال تفره برین، نه اینکه دروغ گفتن رو انتخاب کنین. مورد شماره 2، مرزهای خودتون رو بشناسین و با توجه به اون صحبت کنید. همیشه اینطور نیست که آدم‌ها موقع صحبت کردن حد و مرزها رو بدونن. شما خودتون مرزها رو تعیین کنید و وقتی باهاش صحبت می‌کنید بهش اطلاع بدید. تنها چیزی که با یک سوال ناراحت کننده و اذیت کننده روبرو میشین و باید بگین اینه که من از صحبت کردن در این مورد احساس خوبی ندارم. میشه در مورد چیز دیگه صحبت کنیم؟ افراد منطقی حتما به این خواسته شما احترام میذارن. اونا درک میکنن در زندگی هر کسی مواردی وجود داره که نمیخواد در موردش صحبت کنن، همونطور که تو زندگی خودشون هم ممکنه وجود داشته باشه.
پس این افراد به درخواست شما احترام میذارن. پس اگه احساس میکنید طرف مقابل پاشو از مرزهای شما فراتر گذاشته، حتما اینو بهش گوشزد کنید. مورد شماره 3، از قبل جوابهای آماده‌ای داشته باشید. اگر از قبل جوابهای خوبی آماده کرده باشین، مانع این میشه که شما از پرسیدن سوالی غافلگیر بشین و جوابی به سوال بدین که مورد تایید خودتون نباشه. پس از این به بعد به سوالهایی که اگه پرسیده میشه حس خوبی نمیگیرین فکر کنید و جوابهای خودتون رو به این سوال آماده کنید تا در صورت نیاز تو روابطتون از این جوابای از قبل آماده استفاده کنید. تو اکثر مواقع جواب مثل صحبت کردن در این موضوع برام راحت نیست، جواب خوبی میتونه باشه. ولی اگه میخواین جوابی بدین که دیگه فرد مقابل در مورد اون موضوع فضولی نکنه، به جمله‌های دیگه هم میتونید فکر کنید و از قبل این جوابها رو آماده کنید. مورد شماره 4، بحث رو عوض کنید. یکی از راه‌های جلوگیری کردن از فضولی کردن دیگران، بس ترک کشیدن اونا تو زندگیمون، دور شدن از بحثه. تغییر مسیر مکالمه و به طور کلی عوض کردن بحث خیلی میتونه موثر باشه. تنها کاری که باید انجام بدین اینه که بهشون بگین دوست ندارم در مورد این موضوع صحبت کنم. ولش کنین موردو. راستی بگو چه خبرها؟ خودت خوبی؟ شما با این کار نه تنها بحث رو عوض میکنید، حتی فرصت این که طرف مقابل سوال بیشتری هم از شما بپرسن ازش میگیرید. در عوض سراغ موضوع دیگه هم میرید و در مورد یه موضوع جدید گفتگو میکنید. اگه طرف مقابلتون یک فرد منطقی باشه، از خواسته شما پیروی میکنه و درک میکنه شما دوست ندارین در این مورد صحبت کنید، اما اگه اهمیت نداد و دوباره روی سوالش اصرار داشت، باید سختگیرانه تر عمل کنید و به طور مستقیم بگین دوست ندارین در این مورد صحبت کنید. حالا ازتون یه سوالی داشتم. به نظر شما بدترین سوال شخصی که مردم ممکنه بپرسن چی میتونه باشه؟ خوشحال میشم نظرتون رو برام توی کامنت بنویسین. مورد شماره 5، با استفاده از شوخی جوابشون رو بدید. گاهی وقتها شوخی کردن میتونه یک راه حل مؤثر برای دور کردن فضول‌ها باشه. شما با استفاده از طنز شوخی خیلی دوستانه میتونین جو رو تغییر بدین و به فرد نشون بدین که این سوالات زیاد جدی نیستن و به این موضوع نپردازن. مثلا یک فرد وقتی شروع میکنه به پرسیدن سوالات مختلف، شما میتونین با لحن شوخی بهش بگین خب من اگه بخوام به همه سوالات جواب بدم، تو راحت میتونی یک کتاب داستان از زندگی من بنویسی. ولش کن بابا، بیا راجع به یه موضوع دیگه صحبت کنیم. در اکثر مواقع با طنز شوخی میتونیم مانع سرک کشیدن افراد در زندگیمون بشیم. حالا رسیدیم به آخرین مورد که یکی از مهمترین موارده که باید حواسمون رو جمع کنیم. از این به بعد حواستون به سوالات خودتون هم باشه. از این به بعد به سوالاتی که خودتون هم از اطرافیانتون میپرسین فکر کنین. قبل اینکه سوالی بپرسین بیاید به این فکر کنین سوالایی که قرار بپرسین فضولی محسوب میشه و اینو در نظر داشته باشین اگه قرار سوال خصوصی از کسی بپرسین ممکنه اونا هم در مقابلش از شما سوال خصوصی بپرسن. پس باید یک گفتگوی مناسبی رو بسته به میزان شناختی که از فرد دارین ترتیب بدین و باید شرایط و میزان صمیمیت خودتون با شخص مقابلتون رو در نظر بگیرید و اینو بدونین سوالی که قراره از فرد مقابلتون بپرسین به احتمال زیاد ممکنه از شما هم پرسیده بشه. پس اگه خودتون با این سوال احساس راحتی ندارین، از پرسیدن اون سوال به طور جدی جلوگیری کنید و از این به بعد فکر نکرده سوالی رو نپرسین و اینا همیشه به یاد داشته باشین سوالی که میپرسین به احتمال زیاد از شما پرسیده میشه. شما با این موارد کاربردی بسیار راحت میتونین از پس آدم‌های فضول زندگیتون در بیاین. اگر بیاین به زندگی آدم‌های موفق و ثروتمند نگاه کنیم، میبینیم که زندگی بیشتر این آدم‌ها دور از تجملات و خرج‌های غیر ضروریه. تو ویدیوی بعدیم با توصیه آدم‌های موفق در مورد هدر ندادن پول آشنا میشید. پیشنهاد میدم ویدیوی بعدیم رو اصلا از دست ندین، چون پر از نکاتیه که ممکنه زندگیتون رو عوض کنه. اگه کانال رو هم تا حالا سابسکرایب نکردین، سابسکرایبش کنین، زنگوله رو هم فعال کنین تا در صورت منتشر شدن ویدیوهای جدید ما مطلع بشین. سپاس از همراهی شما.